درود خداوند تو روحتون. امروز اومدیم بازی گوگل ببینیم خوبن یا بد. خب برای بازی اول کدوم رو انتخاب کنیم؟ هر کدوم رو قراره که یک دست بره. من میگم قطعا که اولی پکمن، میگه که بعد این کار کنیم. برو. خب مکانیزم خیلی ساده ای داره و قطعا که همه بلدن، همه قطعا یک بار حداقل این بازی رو تجربه کردن. بابا اینا رو بخور. خب این داره میاد نزدیکه، ولی من به طبق اطلاعاتی که دارم فقط قرمزی میاد دنبالمون و باختی. خب دوباره میری. آره فقط قرمزی میاد دنبالمون و نارنجی قاری که اما فرار میکنه. یه ویدیو دیدم اینا رو میگه. ما داریم کم کم موفق میشیم قراره که کلا یک دست بازی کنیم. اگر باختیم دیگه باختیم. فعلا که من تا اینجا به نظرم گوگل خیلی موفقه، خیلی بازی خوبی داره. ببینید به طبق اطلاعاتی که من داشتم نارنجی نباید بیاد ما رو بخوره. تا اینجا که فعلا داره گوگل خوب عمل میکنه. به نظر من خیلی بازی خوبی داره. آخه پکمن عالیه دیگه. واقعا میدونم خیلی بد بازی کردم، ولی خب بریم بازی بعدی. برای بازی بعدی به نظرم این بازی بلوکی خوبه. بعد این وری کنیم. خب ممکنه که دیگه تصویر رو یکم بد ببینید. باحاله. مکانیزم خیلی ساده و باحالی داره و من میگم پکمن بهتره این بازی. و گوگل خیلی خوبه این قابلیت به نظرم. این قابلیت گوگل خیلی خوبه. فکر کن که توی یه مهمونی و فقط گوشی بابات دم دستته، اینترنت تو میزنی میری بازی. اینه که ببازیم دیگه باختیم، ولی من نمیذارم که ببازیم. اگر به نظرتون این گیم خوب بودن یکیتون انتخاب کنین که توی یه ویدیو فقط اونو بازی کنین و من قطعا توی اون خوب عمل میکنم. الان نمیخوام خیلی خوب عمل کنم. بازی کنید ببینید میتونید رکورد منو بزنید. البته من همینطوری بازی کردم. بازی بعدی بود به نظر من این ماره خیلی خوبه. قطعا منو یاد اون ماره توی اون نوکیا میندازه. کیا باز خاطره دارم. عادیو میریم. اینا بازی خاطر انگیزیه. برای اونه که قبلا تو نوکیا بازی کردم مکانیزم خوبی داره. خیلی دنیا رنگیه باحالیه. برای اینکه یهو حوصلتون سر بره اینا بازی خوبی که هر کدوم حداقل یک بار بازی کنید. بریم بازی بعد. بازی بعدی این بازی تقویت حافظه. بریم ببینیم. خب بعد اینو بزنیم. الان خیلی آسونه. همینه. لایک پست اختاپوس ماهی. این بازی فکر کنم برای بچه هاست. وای کلیک کردم نگرفت. من کلیک کردم نگرفت. اینو دوباره میریم به خاطر اینکه من به ناحق باختم. وای من لاک پوستر رو 2 بار میزدم. وای بریم بازی بعد. خب من این بازی رو 1 بار رفته بودم، از این به بعد دیگه نرفتم.
این بازی به نظر من خوبه، پاپ کورنه. خب تیمیه، ما میریم انفرادی، همینو برمیداریم. بنا به دلایلی نتونستیم این بازی به نظر من خودتون برید بازی کنید. ما میریم بازی، این به نظر من خوبه، این کابویه. برو. مرحله خیلی خوبه. بعد نامه ببریم، ما کاوای نامه رسونیم به کاکتوس هم فکر کنم نباید بخوریم طبیعتا. ای بابا خب خیلی رنگی این بدی داشت، بعد رنگو پررنگتر کنم، ولی به نظر من خیلی خوبه این بازی. به نظر من تا الان بهترین بازی. خوب انگاری دوبله نشده، ولی خب یکی از بهترین بازی هست. اگر در آخر ویدیو رتبه بندی کنم، این قطعا رتبه بالایی میگیره. بیا پایین، برو بالا. وای تو این بازی نمیمیری؟ نمیمیری فکر کنم. اگر تو این بازی نمیریم خب من میرم یه بازی دیگه. مرحله یادم رفت. خب مرحله بعدی تا الان که مثلا من خیلی بازی باحالیه. اینا میگم برای وقتایی که خیلی حوصلتون سر رفته، مثلا فیلترتون بالا نمیاد، کالاف و اینا فیلتر بسن نمیتونی بری. الان نمیدونم فیلتره یا نه کالاف، یادم یه مدت بود فیلتر. اگر فیلترتون بالا نیاد، یعنی که بازی با تنوع بالا میخوایم، واقعا گوگل خیلی پیشنهاد خوبیه. ما الان میریم بازی بعدی به خاطر اینکه نیومدیم بازی کنیم، اومدیم ویدیو بگیریم. خب بچه بقیه بازی ها رو ممکنه که یه پارت 2 بگیریم. به نظر من بهترین بازی همین بازی بلوکیه بود. دومین بازی نه، بین بلوکیه و ماریه موندم، به خاطر اینکه ماریه اگر برید بازی کنید، من قبلا خیلی بازی کردم، خیلی تنوع داره، به احتمال زیاد یه پارت 2 هم بگیریم. بین بلوکیه و مار بازی موندم. پکمنم عالیه ولی خب دیگه خیلی قدیمیه. تا درود دیگر، بدرود، لایک یادت نره اگر تا اینجا دیدی.